تا آخرین برگی من حکم دادم فیکس آقا بعد ناراحتی نه بعد ناراحتی چرا خامنه ای رهبره چرا احمدی نژاد خب همین 4 تا مثل تو پیدا میشن اونا میشن رهبر رئیس جمهور مغلطه چی نکنم آقا بگی 13 تا داری 13 تا داری با 2 تا داشتم 8 تا داشتی تکوشا 6 تا داشتی اگر تو 2 تا داشتی آقا وقتی میگم کارتلایی و رقمی اگر تو 2 تا داشتی پس این باید 6 تا داشته باشه آها 6 تا داشت نداشته پس باید اون میگرفت چرا من تمام حکم رو گرفتم برگ 13 میشه من بود یعنی همه برگا تقسیم بودن مغلطه نکن باش حالا بهت میگم تکوشا خشت داشتی تک پیکه داشتی نمیدونم 6 تا حکم داشتی مثلا میخوام جمیله کجا داشت میرفتی؟ حدش بنده با گشنیزاد با دلو سرباز 5 و 8 بردن وقتی حکما میرن وقتی همه حکما میرن بعد استرام دسته خب میگیری دیگه حالا تو هی تا چرا بشی کار فنی به تأسیسی همیشه کوچیک میکنی چرا؟ خیلی حال میده تو 60 سال زور گفتی به این حالا اومدی انگلیس اینجا دموکراسیه خیلی راحت میتونه باید مخالفت کنم ولی چی مخالفت عشقم میکشه ما آنارشیستم حال میکنم با تو مخالفت آنارشیستم چیه؟ من رویزیونیستم یعنی چه تجدید نظر رویزیونیست یعنی تجدید نظرگرا کسایی که تو طرح گورباچف جز رویزیونیست ها بود چون تجدید نظر کرده حالا 500 تا حکم و 4 تا دیگه برگ سر دست تو رو چیکار به گورباچف داره؟ رویزیونیست دیگه اون مخاطب زدم الان مخاطب نه اون که الان به رای بدیشون رئیس جمهور شما مخاطب زدم یه ساندیس هم بهت میدم میخوری؟ سیاسیش کرد یکی هم آسمون میام پایین حل همه چی حل نفتای بده 3 میلیون بشکه در کارو میخوره اب نداره خب توضیح بیشتر به جیش بوس لالا